دوستان یه بار دیگه من معتادم، اسمم جراره. قدم 4مون رو ادامه میدیم. ما یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. قبل از همه چیز مثل همیشه از خداوند بخوایم که در جلسهمون حضور داشته باشه، جلسه ما رو رهبری بکنه و دریچه افکارمون باز باشه نسبت به تجربیات یکدیگه، خودش هم کمک کنه تا در زندگیمون عملکرد داشته باشیم. بخش روابط و رسیدیم به این سوال که سوال خیلی مهمیه که آیا نسبت به افرادی که با آنها نشست و برخاست داشتم شخصیتم تغییر میکرد و آدم متفاوتی میشدم؟ توضیح دهید. برای من بالطبع اینطوری بود و ترس از قضاوت، کمبود اعتماد به نفس، کمبود عزت نفس، مهرطلبی یعنی مورد توجه و محبت قرار گرفتن و منافع شخصی، انتظارات، توقعات که به منافع شخصیم دسترسی پیدا کنم، به انتظارات و توقعاتم پاسخ مثبت داده بشه، تایید دیگران رو جلب بکنم و امنیت شخصیتیم یا امنیت مالیم یا امنیت اجتماعیم به خطر نیفته. تمام این عوامل باعث می شدش که تغییر شخصیت بدم. اون موقع ها که قدم 4 نبود که مثل الان به قول معروف موشکافانه ما بتونیم این رو درک بکنیم که چرا اینطوریه و داستانمون چرا اینطوریه و چه اتفاقی میفته که اینطوری پیش میره و یا هر چیز دیگه ای. اون موقع یک چیزی که در واقع الان بهش میگیم بیماری میخواست به نوعی امنیت من رو، منافع من رو حفظ بکنه ناخودآگاهانه. اما امروزم میتونه همچنان این داستان ادامه داشته باشه و اینجا باید چیکار بکنیم؟ خب اون موقع درک درستی از نیروی برتر نداشتیم. NA تو زندگیمون نبود. اگر که درکی از خداوند داشتیم شاید اون استانداردهای لازم رو نداشت، یعنی اون کیفیت لازم از لحاظ صداقت، آگاهی، تمایل قلبی و سلولی نبود. شاید اگر که درکی داشتیم بیشتر از روی ترس یا تعصب یا درکی بود که از خانوادهمون، جایی که به دنیا اومدیم، در خانواده‌ای که به دنیا اومدیم بهمون انتقال پیدا کرده یا تحت شرایط اجتماعی
و نقطه جغرافیایی که هستیم یه چیز معمولی بوده، اما اون آگاهی نبوده، بالطبع اون صداقت نبوده، اون کیفیت لازم قلبی و سلولی بودن که قدم 3 بهش اشاره میکنه بالطبع نبوده، چون اگه میبود که قطعا معتاد نمیشدیم. اما امروز گفتار درونی خودمون با خودمون که به اون کودک بیمارتون، ذات الهیتون، آقای دادستان، هرچی که میخواین اسمشو بذارین، باورتونه که بله خیلی ممنون شما زحمت کشیدین و هر طوری بوده خواستین که امنیت و منافع من رو حفظ بکنین، اما الان دیگه کار نمیکنه. اون موقع هم کار نمیکرد. یعنی من از درون که صاحب آرامش نبودم، چون اصلا درکی درونی از خودم نداشتم که اصلا بفهمم آرامش یعنی چی. و اگرم که تضاد شخصیتی و درونی شکل می گرفت با تلقین خودم، یعنی با توجیهات، بهانه‌ها، دستاویزها، دلایل، اما و اگرها، انکار، خودم رو تلقین میکردم، راضی میکردم، یعنی دهن اون وجدانم رو، صدای وجدانم رو میبستم و ازش تشکر میکنم و میگم بله از شما متشکرم، اما الان دیگه برام کار نمیکنه این گونه زندگی کردن، چون ثبات شخصیتی ندارم و خودم رو نمیشناسم. شدم کم 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 یک آدم دو شخصیتی و یک آدم دو شخصیتی امیدش به نیروی برتر و خداوند همیشه متزلزله. امید قطعی نمیتونه داشته باشه، چون خدای من یه شعور دیگه منوط به اراده قلبی من، آگاهی قلبی من، اون صداقت بیباکانه نسبت به خودم و خدای خودم مورد قضاوت قرار میده و به کمک من میاد. اما وقتی که دو شخصیتی هم و چند شخصیتی هم تکلیفش با من مشخص نیست. شاید به عنوان خداوند و رحمن الراحمین که رحمت شامل حال همه میشه، یه جورایی هم شامل حال من میشه، اما به طور خصوصی که هدفمندانه پیگیر این موضوع باشم که به امید خدا برسم به قدم 11 که در جستجوی اراده خداوند و قدرت اجرایش باشم، به اون مرزها و استانداردها نمیرسه. اگرم که الان درونتون به اون مرزها و استانداردهای قدم 11 نرسیدین، به خاطر اینه که تکلیفتون با خودتون از درون مشخص نیست. همچنان با اون دو شخصیتی یا چند شخصیتی بودن در جدالین و اون تغییر شخصیتی از روی ترسا، عدم اعتماد، عدم آگاهی
اون صداقت لازم رو ایجاد نمیکنه که خودتون رو بشناسین و خودتون رو جمع و جور بکنین که این شخصیت سرشته بشه و خوب و بدتون رو بشناسین. الانم پس ترس مالی، عدم امنیت اجتماعی، خانوادگی، کاری، ترس از قضاوت، حتی منافع جنسی که حالا بعداً بهش میپردازیم در روابط جنسی. حتی چند شخصیتی بودیم که به منافعمون دست پیدا کنیم حتی در روابط که منجر به روابط جنسی میشه. حالا در بخش بعدی بیشتر راجع به حرف میزنیم. اون تایید طلبیه، مهر طلبیه، شخصیتی که تو رو در وایسی گیر میکنه، مسئولیت و تعهداتی به قول معروف میپذیره که در تواناییش نیست و همچنان آدم متفاوتی. چند شخصیتی. اما اینجا چیکار باید بکنیم؟ داستان چیه؟ یک، که من به همین سادگی با بشکن زدن از چند شخصیتی بودن بیرون نیم و کار ساده ای نیست. راهنمای من این انتظار و توقع رو از من نداشت، منم از شما ندارم که امروز راجبش بشنوین و از فردا مثل بشکن زدن بگیم پس به یه درکی رسیدیم و یالا گاز بهبودی رو بگیریم بریم جلو و از چند شخصیتی بودن بیرون بیایم. برای من نشد. و اگر که یکی هم میگه من اینطوریم، من باور نمی کنم، شما هم باور نکنید. میدونین چرا؟ چون ایگو آدمه، غرور، توهم روحانیت، که بگم که آره من دیگه چند شخصیتی دو شخصیتی نیستم و من الان شخصیت کاملم، خود واقعیم رو ابراز میکنم، بروز میدم احساساتم رو. و چون منوط به قدم دوه و قدم دو هم یک روند سالها شاید طول بکشه. برای من سالها طول کشید. آگاهی یافتن از واقعیت زندگی، پذیرش زندگی به همان گونه که هست، و یک سوال مهم که چی به دست میاری، چی از دست میدی، به چه قیمتی، حاصلش چیه، تاوانش چیه، که من رو میبره به نوعی در روابط و عمق قدم یک، که اینجا باز تو این سوال یه بار دیگه لمسش میکنیم که واقعا زندگی من غیر قابل اداره است و بیماریه که داره زندگی من رو به نوعی اداره میکنه و من در قبالش عاجزم. همین دو شخصیتی یا چند شخصیتی بودن است که اعتماد کامل، اعتماد نه باور، اعتماد کردن به نیروی برتر، به NA و خداوند و در من به این سادگی ها به وجود نیامد. باور چرا؟ قدم دو میگوید ما به آن باور رسیدیم، من و همه شما
به یه باور میرسیم. همین که یه نفر رو پاک میبینیم زندگیش تغییر میکنه دیگه، داره میبینیم، لمسش میکنیم، به باور میرسیم. اما اعتماد متفاوته. برای من سالها طول کشیده که یواش یواش اعتماد بکنم و ببینم که چه منافعی رو دارم از دست میدم و چه چیزی رو به دست میارم. بعد راجبش فکر بکنم که آقا، با اراده شخصی زندگی کردن، زورچپونی زندگی کردن، حالا گیرم یه چیزایی هم به دست آوردیم یا یه چیزایی هم به دست آورده بودیم، اما آخرش چی شد؟ آقای جرار، صاحب آرامش هستی؟ از زندگیت لذت میبری؟ آسایش داری؟ روابطت و تراز زندگیت، احساساتت، عملکردت ثبات داره؟ پایداره؟ یا میخوای همچنان ماسک بزنی، ماسکای مختلف؟ خود واقعیت باشی و اون موقع باور داشته باشی که اون باور تبدیل به اعتماد بشه که او بیشتر از من برای من اهمیت قائل است. پس به جای اراده شخصی، اصول رو وارد زندگیم بکنم و او بیشتر از من برای من اهمیت قائل است. پس اون میدونه که من به روابط نیاز دارم، به پول نیاز دارم، به شخصیت اجتماعی نیاز دارم، به امنیت نیاز دارم، به محبت، به توجه نیاز دارم و بیشتر از خودم واقفه و برای من اهمیت قائل. پس بهتره که من خود واقعیم باشم، عملکرد واقعی، احساسات واقعی، سلیقه های واقعی، که بتونم امید داشته باشم که آن کاری رو که من نمیتونم انجام بدم، او برای من انجام خواهد داد. پس لازم نیستش که من شخصیت عوض بکنم، رنگ عوض بکنم، ماسکای مختلف بزنم. کافیه که من بهترینم رو انجام بدم و او هوای من رو داره، خواهد داشت. بلا من و شما از چند شخصیتی بودن همچنان رنج خواهیم کشید، صاحب آرامش درون که اصلا مطلقا فکرشو نکنین، و آسایشتونم منوط به همون چند شخصیتی بودن است که ثبات نمیتونه داشته باشه، چون دیر یا زود گندش در میاد. و قدم 4 این رو، زندگیمون این رو به اثبات رسونده و نمیتونیم از زندگی نشاط، لذت ببریم. و اما در ادامه سوال بعدی، آیا مسائلی را در مورد خود کشف کردم، شاید در ترازنامه قبلی یا ترازنامه‌های قبلی، که از آن راضی نباشم و به همین خاطر سعی کنم آن را بیش از حد جبران نمایم؟ بیش از حد میگه. اینجا چرا این بیش از حد رو داره میگه؟ چون هر موقع که بیش از حد میاد، یعنی درونش
غرور پنهان شده. بهش میگن غرور پنهان. ایگو درونش پنهان شده. به طور مثال خیلی خوبه که ما میخواییم که رشد روحانی داشته باشیم، 12 قدمی بشیم یا 12 قدم رو کار بکنیم و همیشه هم میگیم که بله آرامش داشته باشم، آسایش داشته باشم، نشاط داشته باشم، به دیگران صدمه نزنم، خودم خسارت نخورم. اما ته ته تهش مهمه. اونجا رو فقط خداوند میسنجه که دنبال اون منی، یعنی شخصیت پردازی، ماسک روحانی بزنی، خواهی کسی باشی، چیزی باشی، آقا جون باشی، چه میدونم، مثل جیمی کی، بیل یا باب باشی، یا میخوای خودت باشی. بعد چرا میخوای خودت باشی؟ دنبال شهرت، پول یا خدمت؟ نه، میگی خدمت، خدمت، پیام رسان، فلان اینا. اما تو پس خدمتم، چون خدمتم به نوعی شناخته میشی، شهرت میاره دیگه. اونجا هم میخوای ماسک بزنی یا میخوای اون صداقت بیرحمانه با خودت و خدای خودت رو داشته باشی؟ آگاهی از اراده او و قدرت اجرایش. این رو حتی به یک باره هم متوجه نمیشیم، چون جوگیر میشیم، شور و شوق ما رو میگیره. به خاطر همینه که میگوید که بیش از حد جبران نماییم، اون بیش از حد هنوز توش غروره، توش راهنماها این رو تشخیص میدن، توش منافع شخصی. میگوید مثلا کشف کرده باشیم که به کسی دیگر زیاده از حد وابسته هستیم و حال برای اون جبران سعی کنیم بیش از حد خودکفا باشیم. خب وابستگی، که آیا وابستگی رو اونجا چی تعبیر و تفسیر بکنی که الان خودکفا بشی؟ وابستگی چی؟ مالی، احساسی، روابط، وابستگی های جنسی، کنترل کردن، شهرت. خودکفایی برات چه معنایی میده؟ یعنی بی‌نیاز از همه کس، یا خودکفایی به این معناست که خودت باشی در حد و اندازه های خودت، در قبال مسئولیت ها، تعهداتت، بهترینت رو انجام بدی بدون چشم داشت، چون باور داری که بقیه رو میسپاری به خداوند و چرخه روزگار هر کاری و عکس العملی که انجام بدی دیر یا زود بازخوردش برمیگرده تو زندگیت. که حالا ما میگیم چرخه زندگی یا روزگار،
صراحتا در کتاب اسم نبرده، اما بیرون بهش میگن کارما. و درونش صبر فروتنیه. هر وقت که فروتنی و صبرتون رو از دست میدین و حتی مواقع که میگین که به طور مثال بگم که من بهترینم رو انجام دادم و سپردم به خدا، بعد از یه مدتی انگاری همه مسئولیت ها و تعهدات رو گذاشتم کنار، میگم پس سپردیم به خدا، چرا خدا کاری انجام نمید؟ براش زمان تعیین کردیم و چون در زمان من اتفاق نیفتاد، دیر کرد داشته، رشد مالی نداشتم، یا نمیدونم امنیتم به دست نیومده، یا شرایط آسایش و نشاط زندگیم تعادل نداره، از درونم آرامشم رو از دست میدم، نسبت به جلسه NA بی تفاوت میشم، با نواقصم مصالحه میکنم و حتی از خداوندم رنجش میگیرم. اونجا معلوم میشه که بیش از حد میخواستی جبران کنی، که تهش میخواستی زندگی به دلخواه تو خودت پیش بره و در واقع هنوز اعتماد نکردی که او بیشتر از من برای من اهمیت قائل است. پس میخوام بیام زود جبران کنم، زود به یه جایی برسم، اما پشت پرده چیه؟ انتظارات و توقعات درونش قایم شده. مثل این میمونه که در روابطمون با خانواده میگیم بله، پذیرش، انتظارات و توقعات واقعیش بهترینت رو انجام بده. بعد از یه مدتی میگیم که آقا چرا مثلا بیداری روحانی در زن و بچم به وجود نیومد؟ چرا اینا تغییر نکردن؟ نمیدونم، رشد مالی نداشتم، داستان زندگی من چیه؟ بهبودی میره زیر سوال و اونجا فکر میکنی که خودکفایی و وابسته نباشی، تبدیل شده به غرورت. اون خودکفایی و وابسته نبودن تبدیل به غرور شد، به آهستگی، به نرمی. یک مرز نامرئی داره، خیلی باریک. یا وابسته نبودن رو منوط، یعنی بی قید و شرط منوط به شرایط خودت در قبال مسئولیت‌ها، تعهداتم، که من مسئول بهبودی خودم، من مسئول زندگی خودم هستم، من مسئول مسئولیت‌ها و تعهداتم هستم، که سعی کنم، نمیگم بهترینم رو، سعی کنم که بشناسم و بهترینم رو انجام بدم. و در رها کردن و به خداوند سپردن معلوم میشه اعتماد کردن در فروتنی و صبره. اما وقتی که صبر و فروتنی از دست میره، معلوم میشه که همچنان میخواستم که زندگی به دلخواه من بره جلو و اون وابستگی و خودکفایی رو احساس نکردم، چون تبدیل به غرور شده. و قطع وابستگی حتی میتونه از سر رنجشم باشه، که رنجش در دلت نگر میداری،
که به جایی برسی، کاری انجام بدی، رشدی داشته باشی با رنجش، و وقتی که میرسی اونجا اسمشو میذاری خودکفایی. متوجهی؟ اما پس زمینش رنجشه که الان وقتی که به اونجا میرسی معلوم میشه در روابطت، در نوع برخوردت، که نشون میده که میخواستی یه چیزی رو ثابت بکنی، که دیدی دارم، دیدی تونستم. مثلا طرف حالا از حسادت چشمش بتره که چون ازش رنجش داری. پس خودکفایی درونش مسئولیت دوستان، تعهد، استمرار، چشم داشتی درونش نیست، فروتنی و صبر. خودکفان چرا؟ چون توکلم به برنامه نیرو برتر خداوند. سوال بعدی: کدام نقص اخلاقی بیشترین نقش را در روابط من دارد؟ عدم صداقت، خودخواهی، کنترل، سوء استفاده یا غیره؟ همه اینا میتونه باشه، اما برای من معتاد جرار اولین نقص اخلاقی عدم پذیرش زندگی به همان گونه که هست. چون هر وقت که نمیپذیرم، خب بالطبع نمیتونم صداقتم داشته باشم. چون نمیپذیرم بالطبع خودخواه میشم. چون نمیپذیرم بالطبع به واسطه منافعم کنترلگرا میشم یا غیره. متوجه شد؟ پس میبینید که چند سال راجع به این صحبت میکنیم و من انقدر تکرار میکنم چون پذیرش زندگی به همان گونه که هست دربیه برای بهبودی، امید برای سلامت عقل. تنها امید منه که خداوند نیروی برتر از زندگی مراقبت بکنه، و اگر این اتفاق افتاد بالطبع یواش یواش اون صداقت بیشتر میشه، خودخواهی کمتر میشه، میتونم امید داشته باشم که نواقص کم رنگ تر بشه و اصول جاشون رو بگیره. اما اگر در عدم پذیرش باشم، برای من معتاد جرار هیچ شانسی نیست. بیایم به شما بشنویم و برمیگردیم و ادامه میدیم. دوستان عزیز، یه نکته خیلی خوبی اشاره کردن و سپاسگزارم بابت مشارکتاتون که یادآور این موضوع یادآوری شد به من که راجع به این موضوع صحبت بکنم. بخشی از اون بیش از حد جبران نمودنه که گفتم که پشتش ایگو، غرور پنهان بیماریمون پشتش قایم شده، اونجا بله تعادل زندگیمون رو از دست میده و توی جبران خسارت ها اون رو بیشتر لمسش میکنیم، که به طور مثال میاد و اونجا باز تغییر شخصیتی در ما ایجاد میشه که خود واقعیمون نباشیم، که میاد میگه که خب تو خسارت زدی، جبران خسارت، بدهکاری به خانوادت، نمیدونم زن و بچت، نمیدونم، و حالا میایم اونجا تغییر شخصیت میدیم، خودمون رو قربانی میکنیم، بیش از حد دلسوزی میکنیم،
انقدر ملاحظه دیگران رو میکنیم که خودمون رو نادیده میگیریم در رابطه با سلیقه هامون، علایقمون و یه جایی به واسطه اینکه اعتماد خانواده برگرده، تایید طلبی، تایید خانواده، یه جایی غبطه، چیزهای نداشته، حسادت و برعکس میشه. یا به جای اینکه بیایم جبران خسارت بکنیم، شخصیتمون عوض میشه و بعد برعکس میشه و بعد میبینیم که داریم دوباره خسارت میزنیم از یه نوع دیگه ای و به خودمون داریم خسارت میزنیم و اون تعادل روحی، روانی، احساسی رو نداریم. همینطور این اتفاق میتونه سر کار بیفته و اون مسئولیت بهبودیمون رو از دست میدیم و تعادل زندگیمون باز به هم میخوره که میخوایم بیش از حد جبران بکنیم. فکر میکنیم که پول همه چیزه و باز تون بیش از حد جبران کردنه باز میبینیم که خشم میاد، عصبانیت میاد، صبور نیستیم، فروتنیمون رو از دست میدیم، یه جا تعصب نشون میدیم، یه جا لجبازی و مسئولیت‌های اضافی، خستگی روحی روانی، گرسنگی روحی روانی، به جسممون نمیرسیم و باز میبینیم دوباره خسارت. پس میبینیم که وقتی که بیش از حد میریم جبران بکنیم یا خدمت کردن یا یهو مثلا میایم فکر میکنیم که ای شد همه چیز و خانوادهمون رو، کارمون رو از دست میدیم، باز دوباره شخصیت عوض میکنیم که او از من خواستن برم همچین جایی خدمت بکنم، اگه بگم نه ناراحت میشن. ببین، به طور مثال راجع به خدمت کردن مثلا میبینم من هفته ای 3 روز دارم تو آنلاین خدمت میکنم و 2 روز در جلسات حضوری و وقت خدمت دیگه ندارم. و الان طرف رنجش بگیره بعدش بیاد. یه نفر که اصلا برای من پیام گذاشته بود: آقا جرار، مغرور نباش، غرور خوب نیست. هرچی دلشون میخواد، هیچ مهم نیست. مهم اون وجدان کاری، زندگی که اون تعادل لازم رو داره یا نداره. بیش از حده باز خودش خسارت زدنه و شخصیت اونجا تغییر میکنه و داری با اراده شخصی در واقع میخوای یک چیزی رو ثابت بکنی. و اما در سوال بعدی، چگونه میتوانم رفتارم را تغییر دهم تا شروع به برقراری روابط سالم کنم؟ پس این اول از خود من و درون من شروع میشه. همزاد پنداری، گفتار درونی خودم با خودم، تراز گرفتن و نوشتن راجع به مسئولیتام، تعهداتم، احساساتم، عقایدم، اعتقاداتم، انگیزه هام، ترس هام و رنجش ها تا
رسیدن به مرحله‌ای که چقدر آگاهی پیدا می‌کنم از واقعیت زندگیم، چقدر سعی می‌کنم در پذیرش زندگی به همان گونه که هست، چقدر باورهام تبدیل به اعتماد شده، چقدر این اشتیاق درونی شکل گرفته، چون هر چقدر که از درون رابطه خودم با خودم درست میشه، قانون جذب واقعیه. من کسایی رو، افرادی رو جذب خودم میکنم که در این چرخه زندگی، افکار، عقاید، انگیزه ها، مسئولیت ها، تعهدات که بشه وجدان، بشه کارما یا قوانین زندگی، اون رو جذب میکنه. پس اگر که میخوام که روابط سالم بشه و تغییر ایجاد بشه، از خودم شروع میشه. همزاد پنداری در مقابل خودم، اون کودک درون خود واقعیه که چیکار براش میکنی. ما میخوایم که نیروی برتر، خداوند، اون کاری رو که ما نمیتونیم انجام بدیم برامون انجام بده و یا از زندگی ما مراقبت بکنه. درسته؟ بعد نگاه بکنم که من چیکار میکنم و این همزاد پنداری خودم با خودم از اونجا شروع میشه. صداقت بیرحمانه خودم با خودم و خدای خودم، چون من نمیتونم بیماری رو گول بزنم، نه خود واقعیمو که درونمه، نه خداوند رو. افکار من شاید برای دیگران پنهان باشه، اما در این مسیر روحانی چیز پنهانی نیست. من اونا رو نمیتونم گول بزنم. خود واقعی میبینه قلبم رو، روحم رو، روانم رو، بیماری، خداوند. پس از من شروع میشه. سوال آخر از این بخش: آیا با نیروی برتر رابطه داشتم؟ در طول زندگی این رابطه چگونه تغییر کرده؟ امروزه چگونه رابطه‌ای با نیروی برترم دارم؟ من با نیروی برترم رابطه‌ای نداشتم و اگرم که عقایدی بود، یه درکی بود، یه آگاهی بود، حالا چیزایی بود که از اجتماع انتقال پیدا کرده بود، کتابای درسی یا از خانواده. اون موقع که اینقدر اطلاعات هم زیاد نبود، اینترنت نبود، چیزایی بود که از رادیو و تلویزیون، فیلم. بیشتر درکم و عقایدم هالیوودی بود، فیلم بود، رویایی خیالی. اما هیچ رابطه آگاهانه ای نبود، از سر صداقت نبود، شاید از سر ترس یا از سر نیاز که آدم کارش گره خورده باشه، لنگ باشه، دم مرگ باشه، ترس از پلیس باشه، نمیدونم، یا مرگ یا هر چیزی دیگه ای
یه خدایی یا چیزی، یا تو اون روابط شخصیت عوض کردن ها، منافع شخصی باشه منافع مادی چیزایی اون وسط باشه، شخصیت پردازی، تایید طلبی. اما هیچ صداقتی قلبا سلولی، نه اینکه مورد رضایت من بلکه مورد رضایت اون. چون من شاید بگم من واسه نمیدونم خدا میمیرم، نمیدونم عاشق خدا، نمیدونم انبیا اولیا فلان، این گفتنش خیلی راحته، نقش بازی کردن. اما اونه که نظر سنجش هست دیگه، درسته؟ نه من. و در طول زندگی و بهبودی هم بله تغییر کرده، همچنان هم در حال تغییره. یه جایی اصلا کلا از زندگیم گذاشتمش بیرون، نه اینکه کافر بشم یا بی خدا بشم یا گادلس بشم یا هر چیزی، نه، کلا گذاشتمش کنار، چون دیدم درون من این چند شخصیتی بودنه، دو شخصیتی بودنه، انقدر من اونجا درگیرم که هیچ درک درستی به یه درک درستی نمیرسم اصلا. و کلا گذاشتمش کنار، چون نه به درک درستی میرسیدم و نه میتونستم که مسئولیت ها و تعهدات خودم رو بشناسم، نه میتونستم که نقش خودم رو بشناسم که نقش من چیه، نقش خداوند چیه. و ترسا، منافع شخصی، نیازها، رویاها و آرزوها، همه چی اینجا قاطی بود. کلا گذاشتمش کنار و گفتم که اصلا فکر کن خدایی نیست. میخوای بری مسئولیت بهبودی و زندگی تو به عهده بگیری، میخوای خودت رو بشناسی که نقشت چیه، تواناییاتو بشناسی که چه کاری از دستت برمیاد، اصلا فکر کن خدا نیست. میخوای چیکار بکنی با زندگی خودت؟ میخوای با واقعیت ها کنار بیای؟ میخوای نقش خودت رو ایفا بکنی یا نه؟ یه جایی اصلا کلا گذاشتمش کنار، چون یه جایی تو زندگیم تمام درکم و رابطم هالیوودی بود، رویایی و خیالی بود. تو 7 سال 8 سال پاکی یهو دیدم تو توهمم و همه چی رو از دست دادم. تو خیابونم 1 سال تو خیابون خوابیدم. اونجا از اون توهم روحانیت و اون رابطه خیالی و درک من در آوردی اومدم بیرون و تونستم که نقش خودم رو پیدا بکنم، تواناییام و مسئولیتامو، که من مسئول زندگی خودم باشم، تواناییامو بشناسم که بتونم بهترینم رو انجام بدم. و اما امروز چگونه رابطه‌ای با نیروی برتر دارم نمیدونم. اون باید بگه. متوجه که دوستش دارم یا ندارم. من شاید بگم، اما آیا اون قبول میکنه؟ امروز جاییم که دوست دارم که دوستش داشته باشم. چرا؟ چون دیگه به هم ثابت شده، تو زندگیم تجربه کردم که اون من رو دوست داره، عاشق من. این یک. و حاضر به من کمک بکن. دو.
ثابت شده به من تو تجربیات زندگیم که او بیشتر از من برای من اهمیت قائله و اینها باعث شده که سعی بکنم که اون صداقت بیرحمانه رو باش داشته باشه. و دوم، به این باور هم رسیدم که اگر که میخوام که از زندگی مراقبت بکنه که برسم به اون زندگی که ارزش زندگی کردن رو داشته باشه و سرمنزل مقصود آرامش، آسایش و نشاط، من باید مسئولیت‌های خودم رو انجام بدم که اون آگاهی یافتن و پذیرش واقعیت زندگی. اونجا میتونم امید داشته باشم و دیگه ترس نیست. هنوزم بگم که 100% فروتنم در قبالش و صبور نه نیستم. من تا به مرز تسلیم رسیدن همیشه می جنگم. خوش به حال کسی که میگه فروتنم و صبورم. نه، من جنگجوم و هنوزم خسته میشم، اما رنجش نمیگیرم دیگه، ازش رنجش ندارم. خیلی. این از این بخش و بیایم به شما بشنویم و دوباره برمیگردیم و روابط جنسی رو شروع کنیم. بخش روابط جنسی میگوید این قسمت محدوده است که اکثر ما در آن احساس راحتی نمی کنیم. در حقیقت ممکن است که وسوسه شویم تا کار را همینجا با این فکر که بیش از اندازه پیشروی کرده ایم و دیگر حاضر نیستیم که رفتارهای جنسی خود را هم به معرض نمایش بگذاریم متوقف کنیم. اما باید سعی کنیم که سریعاً بر این عدم تمایل غلبه کنیم. تفکر در مورد اینکه به چه دلیل نیاز است که ما این کار را انجام دهیم به ما کمک خواهد کرد، همان گونه که در کتاب چگونگی عمل کرد آمده که میگوید ما میخواهیم که با تمایلات جنسی خود در صلح باشیم، نه اینکه بریم هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم. چون تمایلات جنسی ما یک بخشش ذاتیه، یک بخشش منوط به قوانینه که هر جا میتونه متفاوت باشه، قوانین اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، جایی که درونش زندگی میکنه، آداب و رسوم، و اونجا باید به صلح برسیم. و میگوید به همین خاطر ما نیاز داریم تا با رفتارها و باورهای جنسی خود در ترازنامه بپردازیم. پس میبینیم که باورها از همون قوانین فرهنگی، اجتماعی، موقعیت جغرافیاییتون، شاید یه سری چیزهای مذهبی حتی باشه و اونجا متفاوته دیدگاه نسبت به عقاید، اعتقادات و مسائل شرعی میتونه باشه. اینه که برای واقعیت‌های زندگی منوط به اون
غریزه ها میتونه متفاوت باشه، متفاوت عمل میکنه. یه مهم است در اینجا مجددا به یاد آوریم که ما ترازنامه نمی نویسیم تا خود را با رفتارهایی که دیگران به عنوان رفتار نرمال قبول دارند مقایسه کنیم، بلکه این کار را فقط به خاطر اینکه بتوانیم ارزش‌ها، اصول و اخلاقیات خود را شناسایی کنیم انجام می دهیم. ارزش‌ها یعنی در قبال وجدان. اما وجدانمون چطوری شکل میگیره؟ وجدانمون اثر یه باورهاییه که میتونه مسائل مذهبی باشه، شرعی باشه، قوانین اجتماعی باشه که وجدان ما رو شکل داده و ما در قبال اون رفتارهامون رو و انگیزه هامون رو شناسایی بکنیم. دوم اصوله، یعنی صداقت با خودمون، پارتنر جنسیمون که میتونه زنمون باشه، میتونه یه جایی پارتنر باشه، یه سری ها به قول معروف سیستم بدنیشونه، یه سری ها اصلا شاید دو جنسه باشن، یه سری ها شاید علاقه به جنس موافق داشته باشن و ما باید دیده بشه، شناسایی بشه که آیا این نچراله، به صورت طبیعی این گونه به دنیا اومده یا اثر انتظارات، توقعات، رنجش ها، مورد سوء استفاده قرار گرفتن ها، یه جاهایی شاید تجاوز، به قول معروف از جنس مخالف زده شده و روی آورده به جنس موافق، یه جایی سوء استفاده های جنسی که تبدیل شده به عادت، چون روابط جنسی هم میتونه بیمارگونه و اثر اعتیاد باشه. اعتیاد جنسی براش اصلا 12 قدم وجود داره، کسایی که اعتیاد جنسی داره. پس اینقدر متفاوته و یه جاییش هم هست اون اخلاقیات هست، مسئولیت، تعهد، خویشتن پذیری، همینطور پذیرش پارتنر جنسیتون، فروتنی، صبوری، آگاهی از یکدیگه نسبت به سلیقه ها، انتظارات و توقعات واقعی نسبت به انگیزه ها، باورها، اونها اخلاقیات ما رو شکل میده و که دنبال چی میگردی، چه هدفی. یه جایی میبینیم که شاید یک سری کمبودهای فرهنگی، یه جایی کمبودهای شغلی، مالی که تبدیل شده به قول معروف وابستگی های مالی و اثر وابستگی های مالی باعث میشه که طرف که بهتون گفتم اینجا راجبش صحبت میکنیم در واقع امتداد ادامه اون سوال قبلی است که شخصیتمون تغییر میکنه و آدم متفاوتی میشیم، از سر شرایط مالی یا وابستگی های مالی یه سری تن به روابط جنسی بدن یا خودشون رو قربانی
بکنن، در واقع بدنشون رو دارن قربانی میکنن، انگیزه ها و اعتقاداتشون رو قربانی میکنن، چون منابع مالی دیگه ای ندارن. یعنی به قول معروف وقتی که کار نیست، شغل نیست، خب میگه که پس وارد یه رابطه ای بشم که یه نفر به هر حال از من نگهداری بکنه دیگه، یا حتی بره ازدواج بکنه که یه نفر ازش نگهداری بکنه. بعد اونجا هم شخصیتش رو عوض میکنه چون منابع مالی نداره، سلیقه‌هاش رو تغییر میده یا سلیقه‌هاش رو تحمیل میکنه، طرف مقابل رو کنترل بکنه. اون طرف میاد این یکی رو چون میبینه در ضعف مالی قرار داره از این استفاده میکنه، اون رو کنترل میکنه و دنبال منافع خودشه و اونجا بالطبع در پذیرش یکدیگه نمیتونن باشن، اون فروتنی و صبوری رو نمیتونن داشته باشن، اون مسئولیت و تعهد، اون صداقت رو نمیتونن داشته باشن و به نوعی چه اتفاق میفته؟ شخصیت عوض میشه برای اینکه من در امنیت مالی نیستم. شرایط اجتماعی میتونه این رو رقم بزنه، شرایط سیاسی، شرایط فرهنگی، شرایط مذهبی حتی. اون اوایل یه دوستی بود میگفتش که آقا من یه جایی کار میکنم که دوره، هر 2-3 ماه یه دفعه میام خونه و میخواست که در واقع پای نسخهش رو من مهر بزنم که شما به حکم قوانین شرعی اجازه داری که بری یه دونه زن دیگه بگیری یا صیغه بکنی چون دوری و اصلا فاصله دور، دیر خونه میری و حلاله. حالا من چیز مذهبی نیستم که بگم که الان پای نسختون رو ما مهر بزنیم و برو. اما وقتی که بهش صحبت میکردیم که چرا رفته جای دور کار میکنه، آیا راجع به این موضوع فکر کرده بود؟ پس اون موقع میخواستی بری جای دور کار بکنی که خانوادت رو حمایت بکنی از لحاظ مالی و راجع به آینده بچه هات، اما از لحاظ جنسی فکرش اینی نکرده بودی که هر 2-3 ماه یه دفعه باید بیای خونه؟ بعد راجع به غرایز جنسیت فکر نکرده بودی که 2-3 ماه بمونی چه اتفاقی میفته؟ آیا توانایی روحی روانیش رو داری نداری؟ پس میبینیم که یه عواملی هستش که دست به دست هم میده که من بتونم که اول باید خودم رو بشناسم که دنبال چی میگردم و احساسی عمل نکنم، از روی سلامت عقل عمل کرد داشته باشم که از زوایای متفاوتی بتونم که یه واقعیت رو ببینم که بتونم تصمیم عقلانی بگیرم که دنبال چی میگردم و چرا، که از این به قول معروف خصوصیات الهی که در من قرار داده شده به صورت طبیعی بتونم که درست استفاده بکنم و اینجا رابطه رو در نظر داشته باشم. یادتونه رابطه رو از چی شروع کردیم؟ نیاز است. اگر که اون وایس رو گوش بکنین که چقدر من به رابطه نیازمندم، چقدر طرف مقابل به من نیازمنده. اگر که خودم رو بالا ببینم باید بیارم پایین و اگر خودم رو پایین میبینم باید بیارم بالا، چون رابطه در مساواته.
اگر که در این نیاز خودم رو پایین ببینم، خب بالطبع یا در رو وایسیم یا دارم خودم رو قربانی میکنم. خود واقعیم نمیتونم باشم، احساسات واقعیم نمیتونه باشه. ترس از دست دادن، ترس به دست نیاوردن تغییراتی رو در من ایجاد میکنه. یا اگر که بالا باشم، میتونه کنترل کردن باشه، خشم و عصبانیت باشه، غرور باشه، عدم فروتنی باشه، عدم صبر باشه و که هر طوری که میشه نیازم رو برطرف بکنم. پس کار نمیکنه و دیر یا زود اونجا به مشکل برمیخوریم. و در سوال اول میگوید که رفتارهای جنسی من به چه گونه بر اساس خودخواهی بودند. هر وقت که لذت میاد وسط یعنی خودخواهی. وقتی که در عدم سلامت عقله یعنی لذت، و وقتی که لذت یعنی خودخواهی. برای اینکه ما معمولا معتادا آدمهای آدمهایی هستیم که صبر نداریم، خیال بافیم، رویایی هستیم و لذت طلب. و وقتی که این ستا با همدیگه میاد، اون موقع خودخواه یعنی اینکه من به منافع خودم دست پیدا بکنم بدون اینکه منافع دیگران رو در نظر بگیرم، که اینجا میتونه از لحاظ روحی باشه، روانی باشه، جسمی باشه، همینطور مالی. چارت: روح، روان، جسم، مال. که طرف مقابل شرایط روانیش چطوره، شرایط روحیش چطوره. مالی یعنی همون مسئولیت ها و تعهدات، و همینطور شرایط جسمیش، احساسیش. اما بیام و اینها رو در نظر نگیرم و منافع خودم جلب بشه، بیام دست به هر کاری بزنم، نشون میده که من در بعد خودخواهانه ای هستم. در سوال بعدی: آیا روابط جنسی را به جای عشق اشتباهی میگرفتم؟ 100% اینطوریه. برای اینکه احساسات جلوتر از من حرکت میکنه و من بدون اینکه این رو در نظر داشته باشم، چیزی رو که میبینم عاشق میشم. چرا عاشق میشم؟ اما عشق نیست، روابط جنسیه. اما میدونید چرا اون رو تبدیل به عشقش میکنم؟ خیال پردازی، افکار هالیوودی. فکر میکنم که زندگی مثل فیلم های هالیوودیه، یا روابط جنسی مثل فیلم های پورنوگرافیه. اون موقع یا فکر میکنم که روابط جنسی باید این گونه باشه و لذت جنسی، ارضا شدن جنسی باید این گونه باشه، این مدلی باشه، و زندگی و عشق هم مثل فیلم هاست، فیلم های هالیوودیه. که نتیجه اقدام بر روی این اشتباه چی بوده؟ عدم سلامت عقل، احساسی عمل کردن، عدم شناسایی مسئولیت ها، عدم تعهد، عدم داشتن صداقت کافی، عدم خویشتن پذیری، عدم پذیرش دیگران که میتونه سلیقه هاشون باشه، اعتقاداتشون، انگیزه هاشون، منافعشون، انتظارات و توقعاتشون. و
چه اتفاقی میفته؟ شخصیتم رو عوض میکردم یا میخواستم شخصیت طرف مقابل رو عوض بکنم؟ غرور، تعصب، لجبازی، منفیگرایی که تبدیل میشد به عدم اعتماد، کنترل کردن، یا بیش از حد ملاحظه گر بودن، یا برعکس بی ملاحظه بودن، یا بیش از حد پافشاری کردن. و چه اتفاقی میفته؟ آرامش، آسایش و نشاط نداری. حال میگوید که از روابط جنسی به چه شکلی برای اجتناب از تنهایی و پر کردن خلأ روحانی استفاده میکردم. برای اینکه ارضا شدن جنسی به آدم حس آرامش میده دیگه. پس وقتی که درون آدم در آرامش نیست، میگی که پس رابطه جنسی داشته باشن، شاید نگاه کردن فیلم پورنوگرافی، خودارضایی، یه جوری چیکار بکنم از این خود مشغولی فکری بیام بیرون و فکرم رو مشغول یه چیزی بکنم که در واقع دارم چی رو اونجا پنهان میکنم. اونجا شاید مسئولیت، تعهدات، اونجا دارم پنهانش میکنم. یعنی در عدم مسئولیتم، در عدم تعهدم، روبرو نشدن با مسئولیت ها، روبرو نشدن با تعهدات، که ترجیح بدم که در افکارم خیال پردازی، رویا پردازی، که چیکار بکنم؟ ترس از روبرو شدن با واقعیت ها ترجیح بده که طرف بره جاده خاکی، بره پورنوگرافی نگاه بکنه یا خود ارضایی بکنه. چرا؟ چون اعتماد به نفس نداره، عزت نفس نداره، میترسه با واقعیت روبرو شدن، میترسه از نشنیدن. طرف مقابل گفت نه، بشکنه قلبم شکست، افسرده شدم، برم چیز بگیرم، داریوش بشنوم، مثلا ای چشم تو فلان، بی همه گام به سر شود فلان، اینا بریم مثلا تو فاز چی چاووشی، بعد سیگار بگیرم اینجا، او مثلا گفت نه من بمیرم تو بمیری فلان، بی تو هرگز، خالکوبی بزنم 4 5 تا فلان، اینجور چیزا. از این داستانهای فضایی دیگه، توهم، خیال پردازی، چیز جدی ها. صراحتا با این چیزا ما خودمون رو بدبخت کردیم. رفتیم مصرف کردیم، خودزنی، خودکشی، سر غرور. غرور ما رو کجا میبره؟ تو توهم، که اون خلا رو پر بکنیم بدون اینکه با واقعیت ها و مسئولیت ها، تعهداتش آشنا بشیم، خودمون رو از لحاظ روحی، روانی آماده بکنیم، از لحاظ مالی آماده بکنیم با مسئولیت ها و تعهدات زندگی زناشویی. نیاز دو طرفه، نه کسی از کسی بالاست، نه کسی از کسی پایین. اگه که زن فکر بکنه از مرد بالاست، یا مرد فکر بکنه که بالاست، این جایگاه درستی نیست. زندگی زناشویی اینجا دیگه من نیست، بلکه ما، مسئولیت های ما، تعهدات ما، نیازهای ما، انتظارات و توقعات ما، دیگه من نیست، ما. اگه من بود اون رابطه نیست.
و در واقع چرا میگه خلأ روحانی؟ برای اینکه اونجا مورد توجه قرار گرفتن، تایید شدن، مورد محبت قرار گرفتن، دیده شدن از عوامل اونه. در سوال بعدی میگوید به چه شکل از روی اجبار خواستار داشتن یا نداشتن رابطه جنسی میشدن؟ میتونه از روی خشم و عصبانیت باشه، تهدید باشه، میتونه اصرار بر روی احکام شرعی باشه، میتونه منفی گرایی باشه، شک کردن، عدم اعتماد. پس هر جا که احساسات، افکار، سلیقه‌ها، انتظارات و توقعات غیر واقعی، حتی میتونیم سوء استفاده از مذهب یا منابع شرعی، احکام شرعی، اما ازش سوء استفاده بکنیم جهت غرایز شخصی که وارد یک رابطه بشیم یا برعکس. حال میگوید آیا پس از رابطه جنسی با کسی اتفاق افتاده که احساس خجالت یا گناه بکنم؟ اونجا هم میتونه اتفاق بیفته، همونطور که گفتم منوط به فرهنگ داره، منوط به مذهب داره، منوط به احکام شرعی داره، منوط به وجدان انسانی داره که کدام یکی از این روابط بودن منوط به این شرایط که همچین احساسی رو برای آدم به وجود بیاره در قبال مسئولیت‌ها، تعهدات، عدم پذیرش، سلیقه‌ها، انتظارات، توقعات. و اونجا هم همیشه چیکار میکنیم که از اون حس گناه و خجالت بیایم بیرون؟ با توجیهات، بهانه‌ها، دلایل، پنهانکاری، انکار، سوء استفاده از احکام شرعی یا قوانین مذهبی. در سوال بعدی آیا هیچ یک از روابط جنسی من باعث آزار خودم یا دیگران شده؟ بالطبع وقتی که اون حریم خصوصی که درونش احساسات باشه، عقاید باشه، سلیقه ها باشه، وقتی که در نظر گرفته نمیشه، اون موقع باعث آزار میشه، چون اونجا حس میکنی که فقط یه برده جنسی، کالای جنسی، چه زنش چه مردش، که طرف آقا به سلیقه احترام نمیذاره، به انتظارات و توقعات واقعی احترام نمیذاره، به عقاید احترام نمیذاره، به قول معروف مثلا به احساسات احترام نمیذاره، بعد مثلا به قول معروف بیای و در واقع از لحاظ روحی روانی آماده نیستی و فقط جسم در نظر گرفته میشه، اونجا اون آزار است، چه زن چه مرد. آیا با تمایلات جنسی خود راحت هستم؟ اگر نه چرا؟ اونجا باید ببینیم که تمایلات جنسی فقط جسم نیست، پس اون روح و روان هم میاد که اون شرایط
رو آماده میکنه برای یه دونه رابطه. اگر که این سه تا با هم دیگه درست نباشه، احساس راحتی نمی کنی. شاید خودت رو باز یه جاهایی از مذهب یا شعر بگی تکلیفه، اما احساس راحتی نمی کنی. متوجهی؟ آیا با تمایلات جنسی دیگران راحت هستم؟ اگر نه چرا؟ اونجا هم باز به سلیقه ها، انتظارات، توقعات، عقاید، میتونه مذهب باشه، میتونه قوانین شرعی باشه که میتونه در فرهنگ‌های مختلف، نقاط جغرافیایی مختلف متفاوت باشه. و چرا؟ خب اونجا میتونه تعصب باشه، فرهنگ متفاوت، سلیقه‌های متفاوت، عقاید متفاوت، که اون موقع چه اتفاقی میفته؟ من رو از تعادل روحی روانی در میاره. اون موقع من باید دیگران رو قضاوت بکنم. اما وقتی که به این درک برسم که به پذیرش منجر بشه که در مسائل جنسی هم، مسائل عقیدتی، فرهنگی، جغرافیایی، میتونه در سلیقه ها، انگیزه های دیگران متفاوت باشه، اون موقع میتونم به پذیرش برسم. و آیا روابط جنسی و سکس پیش شرط و یا شرط لازم در برقراری همه و یا اکثر روابط های من می باشد؟ این متاسفانه باز میتونه سر مسائل مالی باشه. همونطور که بهتون گفتم که اون عقاید از کجا شروع شده. میتونه در خانوم ها هم باشه، در آقایون هم. در رابطه با خانوم ها گفتم که چطوری شاید سر مسائل فرهنگی، مذهبی، شرعی، قوانین اجتماعی، مسائل مالی، که اونجا خودشون رو قربانی بکنن، سلیقه هاشون رو نادیده بگیرن یا مصالحه بکنن سر انتظارات و توقعات، عدم امنیت، ترس مالی. شاید مسائل فرهنگی باشه و یا آقایون سوء استفاده بکنن چون در موضع قدرت باشن، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ فرهنگی، مسائل شرعی، طرف مقابل رو پیش شرط بذارن و بخوان که از اون حربه استفاده بکنن که به منافع دیگه دست پیدا. و اما یک رابطه سالم از نظر خود: یک، صداقت. دو، آگاهی از، یعنی روشنبینی که تبدیل به آگاهی میشه از سلیقه ها، انتظارات، توقعات، مسئولیت ها، تعهدات، چه از لحاظ روحی، روانی، احساسی، که تبدیل میشه به خویشتن پذیری و پذیرش دیگران، پذیرش پارتنر. و این موضوع که کمالگرایی رو بذاریم کنار، خیلی مهمه که هر کسی نواقص و یا کمبودهایی داره
اون موقع میتونیم نسبت به هم فروتن و صبور باشیم و بالطبع واقعیت زندگی، چون کسی که بره یا میره اون چیزی که به عنوان پورنوگرافی و یا رابطه جنسی، یه چیز غیر واقعیه. و دوم، چرا میگم باز واقعیت زندگی؟ برای اینکه یک رابطه سالم رابطه هالیوودی نیست، خیال پردازانه نیست. یه رابطه سالم که همش عشق و لاس و لاو بتره کنیم دروغه. تو رابطه سالم بحثم میشه و بعد چرا؟ چون ما تا به اون صداقت کامل برسیم، تا به اون اعتماد برسیم، تا بتونیم به سلیقه‌های هم احترام بذاریم، تا بتونیم بفهمیم که انتظارات و توقعاتمون واقعیه یا واقعی نیست، تا بتونیم به مرحله‌ای برسیم که متوجه این امر بشیم که داریم مسئولیت‌ها و تعهداتمون رو انجام میدیم و به این مرحله برسیم که منافع مشترک مد نظره و بالطبع تنها مرجع نهایی نیروی برتر خداوند مهربان یا مرجع نهایی قوانین زناشویی یا رابطه، که یه مرجع نهایی من و تو نیستیم. یک رابطه تعریفی داره، یک رابطه از لحاظ علمی، از لحاظ روحی، احساسی. حالا بگیم خدا را مثلا بذاریم کنار، یه مرجع نهایی بالاتر از خودمان که منافع مشترک ما رو حفظ میکنه تا ما بتونیم در اون چارچوب رابطه سالم داشته باشیم. همیشه توش بحث و جدل هست، چون هممون درون خودمون ایگو داریم، بیماری داریم، غرور داریم و انسان کاملی نیستیم. بگیم که صبح و شب لاغ میتره کنیم یه جاش اشکال داره. این یه کدوم داره فیلم بازی میکنه، قربانی میکنه خودش. این از این هفته دوستان. و هفته دیگه میریم سراغ سوء استفاده. و مثل همیشه تا هفته دیگه در آرامش خداوند باشید.